اینها بخشی از اظهارات زن 37 ساله است که برای شکایت از همسرش وارد کلانتری قاسم آباد مشهد شده بود. این زن جوان با بیان اینکه دیگر تحمل بدرفتاری، کتککاری و تحقیرهای همسرم را ندارم، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری گفت: چند سال بعد از آنکه تحصیل در مقطع دبیرستان را به پایان رسانده بودم، ابوذر به خواستگاریم آمد. اگرچه او در بازار شغل آزاد داشت، اما از درآمد مالی بسیار خوبی برخوردار بود. به همین دلیل من هم به خواستگاری او پاسخ مثبت دادم و این گونه زندگی مشترکمان شروع شد. در همین حال سوزان، دوست صمیمی دوران دبیرستانم، با جوان تهرانی ازدواج کرده بود. روزی سوزان را در یکی از مراکز خرید دیدم. خیلی خوشحال شدم و او را به منزلمان دعوت کردم. اون شب بسیار به من و سوزان خوش گذشت. از خاطرات گذشته گفتیم و با هم میخندیدیم و گاهی به گذر آن دوران افسوس میخوردیم. وقتی ابوذر از سر کار به خانه آمد، دوستم را به او معرفی کردم که سوزان دوست صمیمی من و پرشر و شورترین دختر کلاس در دوران دبیرستان بود. اما از وقتی که ازدواج کرده دیگه اون دختر سابق نیست و هیجان و شیطنت‌های قبلی رو نداره. خلاصه آن شب سوزان شام را در کنار ما صرف کرد و آخر شب همسرم اون رو به خونه‌شون رسوند. حالا دیگه من دوست صمیمی خود رو دوباره پیدا کرده بودم و به هیچ وجه نمیخواستم او را دوباره از دست بدم. سوزان به راحتی به منزل ما رفت و آمد میکرد. معاشرت‌های ما به گونه‌ای صمیمانه شد که دیگر سوزان حجابش را نزد همسرم رعایت نمی‌کرد و با پوشش‌های نامناسب و غیر اخلاقی در کنار شوهرم قرار می‌گرفت. او هیچگاه با همسرش به منزل ما نیامد و ادعا می‌کرد همسرش انسان معاشرتی و اجتماعی نیست و از حضور در منزل دیگران خجالت می‌کشد. خلاصه رفت و آمدهای دوستم ادامه داشت. منم هیچ وقت به رفتارهای او با همسرم مشکوک نمی‌شدم، چرا که او زنی متأهل بود و هم سوزان را از همان دوران دبیرستان به شدت دوست داشتم. گذشت تا اینکه دخترم ساناز به دنیا آمد و رفت و آمدهای سوزان به منزل ما بیشتر و بیشتر شد، چرا که سعی می‌کرد کمک دست من در امور خانه‌داری و بچه بزرگ کردن باشه. اما بعد از مدتی احساس کردم اخلاق و رفتار همسرم بسیار تغییر کرده. رفتارش با من تند و خشن شده بود، ولی با سوزان شوخی می‌کرد و می‌خندید. با وجود این اهمیتی به موضوع نمی‌دادم و دلیل اونو مشکلات اقتصادی و کاری می‌دونستم. از سوی دیگه سرگرم بچه‌داری بودم و توجه زیادی به همسرم نداشتم. خلاصه 5 سال به همین منوال سپری شد. دیگه احساس کردم این بی‌تفاوتی‌ها و روابط سرد عاطفی ابوذر بی‌دلیل نیست. بنابراین با همان کنجکاوی زنانه رفتارهای همسرم را زیر نظر گرفتم تا اینکه فهمیدم پای یک زن دیگه در میونه. به همین دلیل یک روز پنهانی گوشی همسرم را بررسی کردم و از پیام‌ها و تصاویر اون متوجه شدم که همسرم با سوزان رابطه داره و با هم مخفیانه در ارتباطن، چرا که سوزان حدود 1 سال قبل از شوهرش طلاق گرفته بود ولی همچنان به منزل ما رفت و آمد داشت. وقتی موضوع رو با جدیت پیگیری کردم تازه فهمیدم که ابوذر از چند ماه قبل سوزان رو به عقد خودش در آورده. گویی آسمان به سرم فرو ریخت و نفرت تمام وجودم را فرا گرفت. با خشم و عصبانیت شدید با ابوذر برخورد کردم و سپس منزل را ترک کردم و به همراه دخترم به خانه پدرم برگشتم تا شاید همسرم به خودش بیاد و از سوزان جدا بشه. اما او هیچگاه زیر بار خواسته های من نرفت و با کمال پررویی ادعا می‌کرد سوزان به خاطر من از همسرش طلاق گرفته، من نمیتونم به هیچ وجه اونو طلاق بدم. حالا دیگه در مخمسه بدی افتاده بودم و نمیتونستم تصمیم درستی بگیرم. از طرفی هم بیش از اندازه به دخترم ساناز وابسته بودم و نمیتونستم از ابوذر طلاق بگیرم، چرا که
بعد از طلاق دخترم رو از من میگرفتن و به ابوذر حضانت اونو میدادن و دخترم دچار ناراحتی‌های روحی روانی میشد و آیندهش به شدت به خطر میافتاد. این بود که خواسته های خودم رو زیر پا گذاشتم و با حالت تحقیرآمیزی نزد ابوذر بازگشتم تا در کنار هوویی زیرک زندگی خود رو ادامه بدم. آدمی که روزی صمیمی‌ترین دوستم بود و حالا باعث تمام بدبختی‌های من شده و زندگی منو خراب کرده. از او بدجور نفرت داشتم، اما بدبختی من از اونجا بیشتر شد که فهمیدم سوزان و همسرم هر دو به مواد مخدر اعتیاد دارن و مدام در کنار هم مواد مصرف میکنن و به تفریحات نامشروع میپردازن. اینقدر به این عیاشی‌ها ادامه دادن که تمام دارایی‌های همسرم به پایان رسید. اکنون که اینجام همسرم دیگه از پس مخارج زندگی من بر نمیاد. دائم منو کتک میزنه و میگه برو خونه پدرت، من خرجتو ندارم بدم و دخترم رو هم نمیذاره با خودم ببرم خونه پدرم. میگه سوزان از دخترم به خوبی مراقبت میکنه. این بار که منو به شدت کتک زده دیگه طاقت نیاوردم. دست به دامن قانون شدم. اگرچه میدونم خودم در انتخاب دوست اشتباه کردم. باید در همان روزهای آشنایی و معاشرت که او بدون حجاب و با پوشش نامناسب در کنار همسرم مشاهده میکردم به این دوستی پایان میدادم. اما الان نیاز به کمک قانون دارم. با صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ عباس نادی، رئیس کلانتری قاسم آباد مشهد، رسیدگی تخصصی و کارشناسی به این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.